شیخ محمد مهور افندی از یک طرف شیرعسل ولرم دارچینیش را که کوچکترین دخترش زهره درست کرده بود می نوشید. از طرف دیگر بارانی را که به حیاط می بارید تماشا می کرد. اما به سختی می توانست چشمهایش را باز نگه دارد. مژه هایش برعکس شده بود و مثل تیر تیزی توی چشمهایش فرو می رفت و چشمانش را می سوزاند. بیخوابی به سرش زده بود. تمام شب بدون آنکه از کتابخانه بیرون بیاید، گاهی از درد معده به خود میپیچید و گاه میان سطرهای کتاب دنبال راه فراری میگشت و بدون اینکه بخوابد شب را به صبح میرسانید. ناآرام بود. 1 هفته بود که آرام و قرار نداشت. نمیتوانست افکار پریشان را از خود دور کند. حتی شیرعسل ولرم دارچینی هم نمیتوانست دردش را التیام ببخشد. لنگه پنجره ها را تا آخر باز کرد و بوی خاکی را که از حیاط برخاسته بود استنشاق کرد. آن تکیه که سالها بود شیخ آن محسوب می شد، آن تکیه عزیز و گرامی آرام آرام داشت از میان دستهایش لیز می خورد و می رفت. تکیه هوروز بابا میان یک فلاکت قرار گرفته بود. شیخ محمد مهور افندی می توانست اتفاقهایی را که در حال رخ دادن بود حس کند. اما نمی توانست تأثیری در جریان حوادث داشته باشد. بارانی که به حیاط می بارید انگار از اینها باخبر بود و دانسته هایش را همچون رازی پنهان می ساخت. باران پشت سر دوست قدیمیش دست تکان می داد و سطل سطل آب می ریخت. اما قرنها بود کسانی که هر روز از مقابل تکیه هوروز بابا می گذشتند بغل بغل آرامش یافته بودند. تکیه آشیانه‌ای برای بیخانمانها و حسرتی برای آدمهای در غربت شده بود و چند کلمه شیرین برای بیزبانها عرضه کرده بود. آن تکیه با مجالس دوستانه‌اش، گفتگوهای جاری در این مجلس‌ها و شور و حال کلاس‌های درسش معروف شده بود. عالمان ناماشنای ممالک عثمانی، اساتید موسیقی، شیوخ طریقت، دراویش بیخانمان، معبرها و حتی برخی از منسوبان قصر هم در آیین‌های تکیه و در کلاس‌های مثنوی شرکت می‌کردند. هر 4 شنبه پس از نماز ظهر، شیخ محمد مهور افندی در یکی از حجره‌ها شاگردان را مجبور به خواندن مثنوی می‌کرد. آن روز بعد از پایان قرائت بخش مشخص شده، سکوت عمیقی کلاس درس را فرا گرفت. بدون هیچ سر و صدایی، در حالی که با چشمها و قلبهایشان صحبت می کردند، در پیچ و خم ابیات مثنوی گم می شدند. کلمه ها در هوا پرواز می کردند و حرفهایشان از هم جدا می شدند. حرفها تکثیر و بعد پراکنده می شدند. پس از گفتگوها رقص سما انجام می شد. در سما هر نقطه‌ای به حلقه‌ای بدل می شد. به دور خیش می چرخید. آن حلقه بزرگ و بی انتها پشتش را به سرما تکیه می داد. سینه‌اش را به آتش عشق. ابتدا ترسان و لرزان، بعد با رها کردن خیش با درد عشق گریه می کرد. سما چیزی نیست جز وفای به عهد. وفا به آن یار نورانی، وفا به دوست. شیخ محمد مهور افندی که به مدت 7 سال شیخ تکیه هوروز بابای 1000 پاره بود، به همان اندازه که به خوش صحبتی و شیرین زبانی معروف بود، در تصوف دانش گسترده‌ای داشت و نکته شناس بود. واقعاً کسی بود که میشد به او صفت درویشی داد. قدرتی را که در سکوت و تنهایی، همچنین در محفل دوستانه و گفتگوهای این مجالس بود می شناخت. ضمناً می دانست چطور در تنهایی احساس کثرت کند. دلش نمی آمد با پوشیدن لباسهای خاص خود را از شاگردانش متمایز کند. وقتی لباسهای قلندرانه او هر از گاهی مورد سرزنش و زخم زبان دوستانش قرار می گرفت، با گفتن این حرف که اصل دیدن درون انسان هاست، فوراً اعتراض خود را نشان می داد. علاقه‌اش به علم و معرفت چنان عمیق بود که کتابخانه تکیه از زمان بنا شدنش
مدام در حال کاملتر شدن بود. چون صحاف‌های شهر استانبول از علاقه او با خبر بودند، کتاب‌های با ارزش خطی را یا برای فروختن یا برای مشورت زیر بغل می‌گذاشتند و به تکیه می‌آوردند. در کتابخانه تکیه عطرهایی که سالها بود حکمرانی می‌کرد، مراجعه کنندگان را مدهوش می‌کرد و نفسشان را بند می‌آورد. چنان که هر کسی به آن اتاق قدم می‌گذاشت، مدتی زبانش بند می‌آمد و چاره‌ای نمی‌یافت جز اینکه وجود خود را تسلیم طلسم آن مکان کند. شیخ محمد مهور افندی اغلب وقتها مهمانهای خاص خود را در آن اتاق می‌پذیرفت و راجع به مسائل مختلف از آنها نظرخواهی می‌کرد. گاهی چنان با شور و حرارت بحث و گفتگو می‌کرد که متوجه گذر زمان نمی‌شد. بعد از پایان گفتگو خستگی شیرینی در چشمهایش موج می‌زد و طعم شیرین عسل در دهانش می‌ماند. به همین خاطر تکیه هوروز بابای هزار پاره پر از انسانها به خصوص عالمان و اندیشمندان می‌شد. آن مکان نه تنها برای عالمان بلکه برای درویشان بیخانمان هم آشیانه بی‌نظیری شده بود. شیخ محمد مهر افندی معتقد بود همانقدر که بلبل گلزار، طوطی شیرین گفتار، صراف گوهر ارزشمند هستند، به همان میزان درویش از ارج و قرب برخوردار است. با چنین نگرشی با علاقه و احترام به سخنان درویش هایی که از دیارهای دور می آمدند گوش می داد. همچنین همواره می گفت هر طور که به آینه نگاه کنی، آینه نیز همانطور به تو نگاه خواهد کرد. شیخ محمد مهر افندی با چشم دل به آینه نگاه می کرد. باور داشت که هر کس یک بار پا در راه دل بگذارد دیگر نمی تواند از آن راه خارج شود. از آنجایی که درویش های بی خانمان دست خالی به تکیه نمی آمدند، تکیه هوروز بابای هزار پاره پر از هدیه هایی شده بود که از 4 گوشه جهان آمده بود. میان این هدیه ها آلات موسیقی بیش از همه جلب توجه می کرد. زیرا شیخ محمد مهر افندی به موسیقی به ویژه به ساز تنبور علاقه زیادی داشت. مهارتش در نواختن تنبور دیگران را به این ساز علاقه‌مند کرده بود. خودش تنبور را سالها پیش از ماردیروس آقا، یکی از استادان موسیقی، آموخته بود. گاهی ترانه هم می نوشت، اما ترانه‌هایش را معمولاً نزد خود نگه می داشت. با دیگران هم به اشتراک نمی گذاشت. بعد از نماز صبح تا وقت صبحانه به تنهایی مشغول موسیقی می شد. در بخش جنوبی تکیه میان آشپزخانه و حجره درویش‌ها اتاقی رو به حیاط برای این کار تخصیص یافته و اتاق موسیقی نامگذاری شده بود. در این اتاق در کنار سازهای تکیه سازهای مختلفی بود که درویش‌های بیخانمان با خود آورده بودند. در اتاق موسیقی تنبورها، دفهای ساخته شده با صدف و پولک ماهی، عودها، سرناها، دایره‌ها، تنبک‌های یمنی، نقاره‌ها، شیپورها، بالابانها در کنار هم صف کشیده بود. میان این همه آلات موسیقی نیها جایگاه خاصی داشتند. داوودی‌ها، شاهنی، نی دختر، نی منصور، نی مابین و نیهای دیگری با اسمهای نادر در گوشه اتاق موسیقی به چشم می‌خورد. آن نیها قصه هجران را بهتر از همه می‌دانستند و داستان شکایت از جدایی‌ها را روایت می‌کردند. شیخ محمد مهر افندی بعد از نماز صبح به اتاق موسیقی می‌رفت. تک تک آلات موسیقی را نوازش می‌کرد و مدت‌ها به صدایشان گوش می‌داد. هر صبح که قلبش میان آن سازها تراوت پیدا می‌کرد، آرام آرام پا در راه اشتیاق می‌گذاشت. آزمون‌های سختی را پشت سر می‌گذاشت و خسته اما با خیال راحت به وصال می‌رسید. باز صبح آن روز در اتاقش کار می‌کرد. شنیده شده بود که ترانه‌ای در دستگاه دوگاه ساخته است. اما هنوز هیچ کس آهنگ را نشنیده بود. وقتی دوستانش هر از گاهی این موضوع را خاطر نشان می کردند و از او می خواستند که ترانه‌ای را که در دستگاه دوگاه نوشته است اجرا کند، شیخ محمد مهر افندی با حالت شرمگینانه‌ای می خندید و می گفت
هنوز آهنگ آماده نشده. نمیخواهم با میوه‌ای خام باعث دلدرد دوستانم بشوم. و با گفتن این حرف به این بحث خاتمه میداد. روزها چنین میگذشت و نیز فصلها و سالها. اما یک هفته بود که از آرامشی که این همه سال تکیه هروز بابای 1000 پاره را در بر گرفته بود خبری نبود. شیخ محمد مهر افندی بارانی را که به حیاط میبارید تماشا میکرد و جرعه جرعه شیرعسل ولرم دارچینیش را مینوشید. در آن حین آن روز بد را به یاد آورد. روزی را که ابراهیم مصری بیخبر آمده بود. هر چقدر بیشتر به یاد می آورد درد معده‌اش بیشتر و غیر قابل تحمل تر می شد. در حقیقت ابراهیم مصری افندی از یک نظر یکی از مهمانان مورد احترام تکیه بود. برای پیش بردن علاقه‌مندی‌های صوفی‌گرایانه‌اش مرتب به زیارت شیخ می رفت. در مجالس تکیه گاهی با شور و شادی کودکانه پشت سر هم سوال می پرسید. گاهی هم برای اینکه با دانسته هایش بر طرفهای مقابل غالب بیاید حرفی به میان می آورد. ولی هم نپختگی و بی تجربگی خود را عیان می کرد، هم با حرفهای نسنجیده خود از گفتگوی دوستانه لذت می برد. اهالی تکیه و نیز بسیاری از کسانی که به زیارت تکیه می آمدند ابراهیم مصری افندی را دوست نداشتند و نمی‌خواستند او را اطراف خود ببینند. اما شیخ محمد مهر افندی معتقد بود که در تکیه به سوی همه باز است و با این حرف با آنها برخورد تندی می‌کرد. اما حالا با تماشای بارانی که به حیاط می‌بارید، به خاطر اینکه زمانی به اعتراضهای دوستانش گوش نداده بود، از دست خودش ناراحت بود و به این فکر می‌کرد که صلاح است این شخص را از تکیه دور کند. حالا دیگر او هم فکر می‌کرد هم اسم این شخص و هم خودش منحوس است. زیرا دلیل ناراحتی یک هفته‌ای شیخ محمد مهر افندی کسی جز ابراهیم مصری افندی نبود. ابراهیم مصری افندی یک هفته پیش روز پنجشنبه بعد از ظهر آمده بود. آن روز همه اهالی تکیه برای مرمت چاه قدیمی در حیاط تکیه بودند. با اینکه از صبح زود شروع به کار کرده بودند، هنوز نتوانسته بودند چاه را به زیبایی و شکوه اولیش برگردانند. وقتی ابراهیم مصری افندی وارد شده بود، شیخ محمد مهر افندی آستین‌هایش را بالا زده همراه با درویش‌ها ملات آماده شده را به دیواره بیرونی چاه مالیده بود. دستانش تا آرنج به ملات آغشته شده بود. حتی کمی از ملات خاکستری به ریش‌های پرپشتش مالیده شده بود. اگرچه این زیارت بی‌موقع ناراحتش کرده بود، با این فکر که شاید مهمانش مشکلی داشته باشد، چهره خندانش را از او دریغ نکرده بود. مالیدن ملات را به درویش‌های حاضر در حیاط سپرده و از آنها خواسته بود که دقت به خرج بدهند. بعد ابراهیم مصری افندی را به داخل تکیه دعوت کرده بود. هر دو با هم مشغول نوشیدن قهوه کفدار و شیرین زمرد دختر وسطی شیخ محمد مهر افندی شده و راجع به موضوعات روزمره حرف زده بودند. اما یکی از آن دو، یعنی ابراهیم مصری افندی، بعد از چاق سلامتی وارد اصل مطلب شده بود. بعد از اینکه کمی مطلب را پیچانده بود، گفته بود که درمان شخص با ارزشی که می‌خواست حتما نامش پنهان بماند در آن تکیه بود و به همین خاطر باعث آزار شیخ شده بود. بی‌اعتنا به نگاه‌های متعجب شیخ محمد مهر افندی از او خواسته بود تا برای مدت کوتاهی کتابی را که در تکیه پنهان مانده بود به او بدهد. در ادامه گفته بود خیلی زود کتاب را پس خواهد آورد و بعد دندانهای زردش را نشان داده و زمزمه کرده بود از ازل تا ابد. وقتی ابراهیم مصری افندی این کلمه ها را هجی می کرد، شیخ محمد مهر افندی از تعجب فنجانی را که در دست داشت به زمین انداخته بود و با تهمانده قهوه‌ای که روی زمین ریخته بود دنبال تعبیری گشته بود که او را از آن وضعیت نجات دهد. قهوه به آهستگی روی زمین جاری شده و فرش ایرانی را که کف زمین پهن بود کثیف کرده بود.
پرندگان آوازخوان ساکت شده، برگ‌های شاخه‌ها خشکیده و گل‌های قرمز پژمرده شده بودند. وقتی شیخ محمد مهر افندی لابلای خارهای گلها، برگهای درختها، پرهای پرنده ها را جستجو کرده بود، آتشی سوزان را مقابل خود دیده بود. فال قهوه آتش گرفته بود. آن وقت شیخ محمد مهر افندی بی آنکه بتواند چشم از آتش بردارد به گفتن حق آتش را به نور بدل می کند کفایت کرده بود. ابراهیم مصری افندی نتوانسته بود معنایی به این سخن بدهد و حرف را پیچانده و دوباره به موضوع کتاب روی آورده بود. هنگام حرف زدن از یک طرف با گوشه چشمش شیخ افندی را پاییده و از طرف دیگر از اینکه توانسته بود او را چنین سراسیمه کند لذت برده بود. شیخ محمد مهر افندی حتی یک بار هم به صورت مهمانش نگاه نکرده بود. دل تو دلش نبود، زیرا فکر می‌کرد کسی جز خودش از وجود این کتاب خبر ندارد. از زمان هوروز بابای هزارپاره هر درویشی که در این تکیه زندگی کرده بود با تمام وجودش از کتاب مراقبت کرده بود و آن را از جانش با ارزش‌تر دانسته و به این کار افتخار کرده بود. شیخ محمد مهر افندی نیز مثل هر درویشی کتاب را راز تکیه و امانت هوروز بابا پنداشته و عیانش نکرده بود. با وجود همه اینها این آدم بی‌ادب و خبیث چطور از وجود کتاب با خبر بود؟ شیخ محمد مهر افندی برای اینکه بتواند مهمانش را با لحنی مؤدبانه از سرش واز کند به او گفته بود که متاسفانه از وجود چنین کتابی بیخبر است. اما قبل از اینکه کار از کار بگذرد تحقیق خواهد کرد و همین که خبری به دست بیاورد او را در جریان خواهد گذاشت. بعد در حالی که اصلاً حوصله نداشت زود از جایش بلند شده و با این کارش نشان داده بود که حرفایشان به پایان رسیده. ابراهیم مصری افندی که با این کار او فهمیده بود که بیش از آن نمیتواند بشیند با صورتی عبوس به طرف در رفته بود. اما پیش از آن که از تکیه خارج شود سرش را برگردانده و جوری زمزمه کرده بود که اگرچه شیخ محمد مهر افندی ندانسته بود مهمان بدیومنش چه گفته، اما خوب فهمیده بود که نتوانسته او را قانع کند. بعد از رفتن مهمان به دل شیخ محمد مهر افندی حول و ولا افتاده بود. قرنها بود درویشایی که در تکیه هوروز بابای هزارپاره زندگی می کردند، حتی در واپسین لحظات عمرشان این راز را به اغیار فاش نکرده بودند. با وجود این، چطور آدم بی سر و پایی مثل ابراهیم مصری افندی از وجود کتاب با خبر شده بود و به خود جرأت داده بود که بیاید و آن را طلب کند؟ تا پیدا شدن جوابی برای این سوال و تا یافتن درمانی برای این درد، از درد معده خلاص نشده بود. سرش را میان دستهایش گرفته بود و تحت تاثیر تردیدی که در دلش آشیانه کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که یکی از ساکنان تکیه این راز را برملا کرده است. شیخ محمد مهر افندی که تا آن روز کلمه نامردی را هیچگاه به کار نبرده بود، امروز دنبال رد پای نامردی در زندگیش بود. اما هیچ کس، حتی دخترانش، هیچ اطلاعی در این خصوص نداشتند. کسی حتی اگر در نهادش انگیزه انجام چنین کاری را داشت، در مورد موضوعی که هیچ اطلاعاتی نداشت نامردی نمی کرد. از زمان فوت شیخ عبدالفتاح افندی تنها خودش از وجود کتاب با خبر بود. تنها خودش. ناگهان فکر عجیبی به ذهنش خطور کرد. نکند کتاب‌های دیگری هم وجود داشت. با این فکر ترس سرتاپای شیخ محمد مهر افندی را در بر گرفت. آیا ممکن بود در شهر استانبول، حتی در تکیه‌های دیگر ممالک عثمانی، نسخه‌های دیگر کتاب وجود داشته باشد؟ در این صورت ممکن بود کسی از کتاب یا فقط از نام کتاب با خبر شده باشد. بعد از آن هم می توانست برای یافتن تکیه‌ای که هر کدام از نسخه‌های کتاب را پنهان کرده به راه افتاده باشد. آیا ممکن بود نام یک کتاب باعث لو رفتن آن شود؟
آیا ممکن بود نامها بر وجودها تقدم یابند؟ وقتی شیخ محمد مهر افندی حوصله‌اش از این سوالهای پی در پی سر رفت، از جایش بلند شد و با ناراحتی شروع کرد به قدم زدن وسط اتاق. بیرون صدای درویش‌هایی که اطراف چاه کار می‌کردند به گوش رسید. مدتی از پشت پنجره به آنها نگاه کرد و سعی کرد بفهمد کدام یک از آنها زمینه جاسوسی را دارد و در دل کدام یک می‌تواند تخم نامردی ریشه بدواند. اما چیزی نگذشته بود که به خاطر چنین افکاری و به خاطر اینکه برای اولین بار در زندگیش به چنین انسان‌های معصومی تهمت زده بود، از خودش خجالت کشید. در هر حال مراقبت از کتاب وظیفه خود او بود. هراسان و سراسیمه به کتابخانه رفت. ابتدا برای اینکه مطمئن شود کسی در اتاق نیست، اطراف را خوب کنترل کرد. بعد با دستان لرزانش به گهواره نزدیک شد. به گهواره‌ای که بدون هیچ شکایتی 3 دخترش را به نوبت تکان داده، آرام کرده و خوابانده بود. گهواره‌ای که به هیچ روی راز برملا نمی کرد. گهواره صدفکاری شده از چوب درخت گیلاس، گهواره زحمتکش و وفادار که بوی شیر میداد. شیخ محمد مهر افندی رواندازهای ابریشمی روی گهواره را کنار زد. بالش کوچک بنفش را هم که کناره هایش با پارچه گیپور آراسته شده بود و به گوشه هایش نظر قربانی بسته شده بود از توی گهواره در آورد. آن وقت سوراخ قفلی که زیر گهواره بود ظاهر شد. کلیدی را که از روز تحویل گرفتنش همیشه بر گردنش آویخته بود توی سوراخ قفل گذاشت و 3 بار به سمت چپ چرخاند. داشت قفل را باز می کرد که ناگهان نفسش بند آمد. انگار یکی داشت می پاییدش. سراسیمه به هر طرف اتاق نگاه کرد. به نظرش آمد که صدای خرخری شنیده. در را باز کرد، نگاهی به بیرون انداخت. کسی نبود. اما آن صدا، یک صدا. بعد از اینکه برگشت و آرام شد، جعبه میناکاری شده را از گهواره بیرون آورد. چشمش را بست و دستش را کشید روی جعبه و اجازه داد رازی که آن جعبه پنهانش کرده بود او را به گذشته ببرد. وقتی شیخ محمد مهر افندی پدرش را در کودکی از دست داده بود، عمویش شیخ عبدالفتاح افندی بزرگش کرده بود. وقتش که رسیده بود ازدواج کرده بود و زندگی خوشبختی برای خود ساخته بود. اما زنش رابعه خاتون بعد از به دنیا آوردن زهره 3مین دخترشان مرده بود. مهر افندی بعد از مردن زنش تا 3 سال در جمع مردم ظاهر نشده و با کسی حرف نزده بود. غرق در کتابهایش شده و از چشمها پنهان مانده بود. دخترهایش را هم با خود برداشته بود و بدون اینکه به کسی خبر بدهد به آماسیا رفته بود. آنجا در خانه آجری در زیر زمین که سقف کوتاه و پنجره‌های کوچکی داشت خود را حبس کرده بود. حتی اجازه نداده بود دخترهایش او را ببینند. هر روز با وجدانش رو در رو شده بود و خودش را مقصر مردن زنش دانسته، ذره ذره آب شده و به پوست و استخوان تبدیل شده بود. بعد یک روز درویش جوانی که سلام حمدی دده مثنوی خان و نامه شیخ عبدالفتاح افندی را آورده بود، درش را به صدا درآورده بود. همراه با دخترهایش و آن درویش جوان به استانبول برگشته بود. آنجا از نکته‌ها و سخنان بی‌نقص شیخ بزرگ محی الدین عربی خوانده و در مراسمی که در سماخانه برگزار شده بود و عالمان و شیخ‌های زمان شرکت کرده بودند، اجازه حضور یافته بود. اما روزها و شب‌های بعد چیزی از احساس نگونبختی او کم نشده بود. خندیدن را فراموش کرده بود. اگر مجبور نمی‌شد با کسی حرف نمی‌زد و در صورت حرف زدن پرده میان خود و دیگران را بر نمی‌داشت. چیزی نمی‌خواست جز اینکه به آماسیا برگردد و دوباره خودش را در اتاقش حبس و سرش را با کتاب‌هایش گرم کند. روزی رسید که عمویش شیخ عبدالفتاح افندی که خیلی پیر شده بود کتاب و مقامش را به او بخشید. از آن روز به بعد همه چیز به سرعت عوض شد. شیخ عبدالفتاح افندی او را مقابل خود نشانده بود و کلماتی را که بر زبانش جاری بود بر قلبش حک کرده بود.
آن دو نفر توی چشمهای هم نگاه کردند و پای در راه گذاشتند. در حالی که یکی به سمت سکوت و مرگ حرکت کرده بود، دیگری برای خلاص شدن از سکوتش در هر گام به سمت کلمه و زندگی قدم برداشته بود. شیخ عبدالفتاح افندی به او حکایت خاکی را که روی آن قدم می‌گذاشت، هوایی را که استنشاق می‌کرد، آبی را که می‌نوشید، آتشی را که با آن گرم می‌شد نقل کرد. هوروز بابا که این تکیه به نام او آراسته شده بود، درویشی خراسانی بود که قرنها پیش در فتح استانبول شرکت کرده بود. طبق روایت در مدت محاصره شهر دستانش را مثل بالهای خروس باز کرده و به سمت دشمن هجوم برده بود و سربازهایی را که جرأت جنگیدن را از دست داده بودند دنبال خود کشانده بود. آنقدر فایده رسانده بود، آنقدر مورد تحسین قرار گرفته بود که پس از بازپسگیری شهر پادشاه خواسته بود به او هدیه‌های ارزشمندی بدهد. اما هوروز بابا هیچ کدام از آن هدیه ها را قبول نکرده و رفته بود زیر درخت چناری نشسته بود. پادشاه دستور داده بود تا کنار آن درخت چنار تکیه‌ای بسازند و آنجا را در اختیار هوروز بابا قرار بدهند. حکایت به وجود آمدن تکیه هوروز بابای هزار پاره چنین بود. سالها گذشت، دوران عوض شده بود. هوروز بابا که ریش‌هایش سفید شده بود دوران حکومت پادشاه‌های زیادی را دیده بود. این همه سال سرش به زندگی خودش گرم بود. اما این زندگی آرام به طور ناگهانی به پایان رسیده بود. روزی رسیده بود که سرنوشت هوروز بابا به سرنوشت شیخ چلبی گره خورده بود. به خاطر زیباییش به او شیخ چلبی می گفتند. چهره و خلق و خویش باعث زیبایی بیرونی و درونیش شده بود. و به همین خاطر مریدان بسیاری در پایتخت پیدا کرده بود. دوستدارانش تنها برای دیدن جمالش و شنیدن صدایش از روستاهای دوردست پای در راه می گذاشتند. او هم با یک نظر به همه نگاه می کرد و با جسارتی که جوانیش به او می داد، بی آنکه لزومی به پنهان کردن افکارش ببیند، با همه مدتها صحبت و درد و دل می کرد. اما کسی که دوستداران زیادی دارد، حسودان زیادی هم خواهد داشت. و درست یک روز آنهایی که می‌خواستند او را گناهکار بشناسانند و دنبال فرصتی برای شرمگین کردن او بودند، کسانی که تهمت‌های غیر قابل باوری به او زده بودند، به سزای عملشان رسیدند. آن روز شیخ چلبی را کتبسته به دادگاه برده بودند. با او تندی کرده بودند، بی‌اعتنایی کرده بودند، آزارش داده بودند. به روی خود نیاورده بود. سوال کرده بودند، جواب داده بود. گفته بود هم حرام و هم حلال. حوریان بهشت، آتش جهنم، همگی برای ما یکسان است. هدف ما به آتش کشیدن بهشت، خاموش کردن آتش جهنم است. برای ما تنها تو کافی هستی. مژه هایمان را قلم و چشمانمان را دفتر کرده ایم. نفس بر خویش حرام کرده ایم. عیب کسی را فاش نکرده ایم. کار دل را بر کار دنیا ترجیح داده ایم. از دلی به دل دیگر راه جسته ایم. تا روز آمیختن تن به خاک هر لحظه دوباره به دنیا آمده ایم. نه ترسی از عذاب کبیر داریم، نه هراسی از موجودات جهنمی. تلخترین چیز در نگاه ما دور شدن از آن یار است. دفتر اعمالی که بسته شده، پل صراطی که باید از رویش گذشت. رحمان و رحیم اسمهای آن یار است. اوست که مراقب ماست. لطف او بی انتهاست. مهر او بزرگتر از قهرش است. شیخ چلبی گفته بود مکان من از کاهگل است. غذایم عشق ناب. ایمانم میانه‌ای با ترس ندارد. ترس دروغ خالص است. کسی که همراه با ترس به خدا التماس می کند تنها خود را دوست دارد. آن که با عشق هماغوش است از جان می گذرد. هر لحظه دوباره از خاکسترش بر می خیزد. و شیخ چلبی گفته بود وجود من شبیه این عالم وجودی است.
این نهرها و رودخانه ها درون من می خروشند و در من به پایان می رسند. نشانه های زیادی در من است. هر کس در طلب حقیقت است همراهیم کند. خشم دادگاه را فرا گرفته بود. شیخ چلبی محبوس شده بود. روز بعد دوباره به دادگاه آورده شده بود. این بار مقابل بلند مقامترین عالم دینی ایستاده بود. با خشم نگاهش کرده بودند. نتوانسته بود بی‌اعتنا بماند. از هر طرف مورد بازخواستش قرار داده بودند. دلخور شده بود. سوال پرسیده بودند. سوال را با سوال جواب داده بود. حکم داده بودند. اما هوروز بابا ترجیح داده بود اتفاقات را از دور تعقیب کند. زیرا پیر شده بود. به اندازه‌ای که حساب زمان را با روزها و ماه‌ها نه، بلکه با قرنها انجام دهد، به اندازه‌ای که صاحب نوه‌هایی شده باشد که بتواند حکایت‌هایی را که در گذشته شاهد آن بود برایشان تعریف کند، پیر شده بود. یک روز وقتی در تاریک روشنایی صبح در تکیه در کنار درخت چنار به صدا درآمد، فهمیده بود که دیگر نمیتواند خود را از اتفاقات دور نگه دارد. کسی که آمده بود درویش فصیح بود، شخصی که دست راست شیخ چلبی به حساب می آمد و چون روز حادثه در مانیسا بود جان سالم به در برده بود. با 1000 زحمت آن کتاب را برای هوروز بابا آورده بود و از او خواسته بود که مثل چشمش مراقب آن باشد. هوروز بابا حتی به این فکر نکرده بود که درویش را از درش براند. با اینکه می‌دانست کسی که به کافری کمک کند خودش نیز کافر محسوب می شود، به قولی که به او داده بود عمل کرده و تا آرام شدن اوضاع کتاب را پنهان کرده بود. بهار آن سال هوروز بابا بعد از سپردن کتاب به یک شخص مطمئن از تکیه رفته بود. نه کسی دانسته بود کجا رفته و نه کسی از مرده‌اش باخبر بود. از او چیزی جز پر قرمز خروس به جا نمانده بود. از آن جایی که از تکیه رفته بود همه فکر می کردند که به قصد مردن رفته و چون جسدش پیدا نشده بود و می پنداشتند که پیکرش 1000 پاره شده باشد، صفت 1000 پاره به اسمش اضافه شده بود. هوروز بابای 1000 پاره. دوستداران او در حیاط تکیه قبری درست کرده و پر قرمز خروس را روی سنگ قبرش گذاشته بودند و با هر زمستانی که از راه رسیده بود باور کرده بودند که مثل دانه‌های برف به 1000 پاره تقسیم می شود. از سوی به سوی دیگر می رود و هر بهار تکیه هایش را دوباره یک جا جمع می کند و زنده می شود. علت اینکه زیارت کنندگان همیشه با خود گندم می آوردند هم همین مسئله بود. زیرا به باور آنها جسم هوروز بابای 1000 پاره مثل دانه های گندم به این سو و آن سو پراکنده شده بود. مثل دانه های گندم به خاک آمیخته و قد کشیده بود. زنهای بیفرزند، بیماران لاعلاج، آدمهای عاشق و دلباخته، عارفان، بیکسان، برای افشاندن دانه گندم و لمس پر خروس عادت کرده بودند که به آن مکان بیایند. همونطور که هوروز بابا هر بهار تکه هایش را یک جا جمع می کرد و زنده می شد، آنها هم امید از نوزیستن و رسیدن به تراوت و تازگی را در سر داشتند. شیخ عبدالفتاح افندی اینها را نقل کرده بود. بعد کتاب را به برادرزادش داده بود و با اشاره دست از او خواسته بود که از اتاق خارج شود. آن دو شخص به انتهای سفر خود رسیده و جای خود را به همدیگر واگذار کرده بودند. شیخ محمد مهر افندی آن شب کتاب را ورق زده بود و با اولین حرفش چشم در چشم شده بود. و ناگهان دیده بود کتابی که با عشق نوشته شده است بیش از آن که حرف بزند سکوت اختیار می کند. بیش از آن که توضیح دهد گوش می دهد. بیش از آن که رازی را فاش کند آنچه را آشکار است به راز بدل می کند. بیش از آن که انسان کتاب را بخواند این کتاب بود که درون انسان را می خواند. طوفان نوری را که از ظاهر آرامش می وزید
رایحه مست کننده ای را که از صفحه هایش منتشر می شد و حزنی را که پشت کلماتش پنهان شده بود به بخشی از وجود خود تبدیل کرده بود. با هم سکوت کرده و به شب گوش سپرده بودند. صبح قرمز و خنک بود. صبح فردای آن شب با شنیدن خبر فوت شیخ عبدالفتاح افندی تعجب نکرده بود. زیرا فهمیده بود. وقتی عمویش کتاب را به او امانت داده بود، فهمیده بود که آن ملاقات آخرین دیدار آنها خواهد بود. و چیز دیگری را نیز فهمیده بود. این کتاب جز او کسی را نداشت. وظیفه او بود که از آن کتاب مراقبت کند. هنگام احساس سرما با نفس خود گرمش کند. هنگام دلتنگی با تنبورش آرامش کند. با هیاهوی خیش سکوتش را بشکند. این کتاب تنها چیزی بود که شیخ محمد مهر افندی را بعد از مرگ زنش دوباره به زندگی امیدوار کرده بود. از روزی که لباس حقیقت را بر تن کرده بود، بی آنکه زیر سنگینی این راز له شود و بدون اینکه حتی یک بار شکایت کند، امانتش را به دوش کشیده بود. زیرا کتاب دوستش بود. دوستی که روزهای سختی پشت سر گذاشته، مصیبت‌های بسیاری از سر گذرانده و مورد آزار قرار گرفته بود. هنگام یادآوری اینها غرق در افکارش شده بود. ناگهان خودش را جمع و جور کرد. به یاد آورد که زمانی برای از دست دادن ندارد. چشمایش را باز کرد. وقتی جعبه میناکاری را آهسته گشود، کتاب با برق خنده‌ای بر چهرش به او لبخند زد. شیخ محمد مهر افندی با صدایی که دردش را آشکار می کرد گفت: کرم کن، کرم کن. اگر جایی خطایی کرده ام، خبرش شنیده شده است. بعد کتاب را از جعبه میناکاری شده در آورد. روی جلد کتاب مهر شیخ چلبی و روی مهر با خط کوفی این کلمه ها نوشته شده بود: از ازل تا ابد. اعتقاد عناصر اربعه. وقتی شیخ محمد مهر افندی خم شد و کتاب را محکم در آغوش گرفت، همه اشیای اطرافش با سرعت شروع کرد به پاک شدن. زیر باران دو دوست قدیمی با حسرت همدیگر را در آغوش کشیدند. بی آنکه کسی جز خود را برای همدردی در آن حوالی ببینند، حق حق کنان ساعتها گریه کردند. حالا داشتند بارانی را که بر سرشان میبارید تماشا میکردند. در حالی که داشت شیرعسل ولرم دارچینی را که دختر کوچکش آماده کرده بود جرعه جرعه می نوشید، به خاطر شرایط سختی که در آن آخرین هفته برای معده‌اش فراهم کرده بود، از معده‌اش عذرخواهی می‌کرد. از زمان ملاقات ابراهیم مصری افندی، افکار شیطنت‌آمیزی که نمی‌توانست آن را از خود دور کند به ذهنش خطور کرده بود. این افکار تنها مغزش را اشغال نکرده بود، بلکه با دندانهای تیزش معده‌اش را نیز به هم ریخته بود. در طول یک هفته دنبال آدم مطمئنی گشته بود تا بتواند کتاب را به او بسپارد. با دقت بسیار هر احتمالی را در نظر گرفته و خوب فکر کرده بود. حتی به این فکر کرده بود که با این هدف از تکیه برود و همراه با کتاب دل به راه بسپارد. اما مشکلی که وجود داشت این بود که خیلی زود متوجه موضوع می شدند و افرادی را برای تعقیبش می فرستادند. روزها در این مورد فکر کرد و سرانجام تصمیم گرفت تا کتاب را با پیکی برای دوری بابا که خیلی دوستش داشت و مورد اطمینان بود بفرستد. این پیک قرار بود مصطفی جنازه باشد. چون صورتش همیشه زرد بود و بدنش به اندازه‌ای لاغر بود که میشد استخوان‌هایش را شمرد، به او لقب جنازه داده بودند. با این همه چون درون این بدن نحیف قلبی همچون آهن خالص و صادق وجود داشت، شیخ محمد مهر افندی به او اطمینان کامل داشت. راه مصطفی جنازه دراز و کارش دشوار بود. تا رسیدن به تکیه دوری بابا که در مرکز آناتولی حوالی شهر دنیزلی در دامنه کوه صعب‌العبوری بود، باید با اسب میتاخت. با به راه افتادن او، شیخ محمد مهر افندی هم خبر پیدا شدن کتاب را به ابراهیم مصری افندی میرساند و به او خاطر نشان میکرد که خود او هم 3 روز بعد به دیدار او خواهد آمد.
و به این ترتیب می توانست در زمان صرف جویی کند. آسمان مه‌آلود و تمام پهنه آن خاکستری بود. در حیاط قبر هوروز بابای هزار پاره را آب فرا گرفته بود و بی سر و صدا بر روی زمین نقش بسته بود. دانه‌های گندم اطرافش خیلی وقت بود که با گلولای آمیخته بودند. در طبقه پایین لودوس لطفی باز هم داشت ترانه‌ای عجیب می‌خواند. باران می‌بارد، کاسه طلایی پر می‌شود. کاسه طلایی پر شده، اما چه فایده؟ فرمانده خون می‌گرید. دیوانه‌ها را می‌بندد، برای مردگان می‌گرید. مال و ثروت چه فایده‌ای دارد؟ در کفن سفید جا نمی‌شود. سرما را ریشه‌کن می‌کند، باد را به حرکت در می‌آورد. چه فایده از خوشه جو؟ نعل بر پای خر می‌کوبد. صدای گرفته و زنانه لودوس لطفی ابتدا با خسخس، بعد با سرفه خفه‌ای قطع شد. شیخ محمد مهور افندی با اظهار تأسف از بیماری او از قطع شدن این ترانه عجیب از ته دل خوشنود بود. لودوس لطفی آدم عجیبی بود. این آدم عارف که از چند هفته پیش شروع به بیتوته در تکیه کرده بود و باران را خیلی دوست داشت، باز هم در یک روز بارانی در کوچه ها پرسه زده درها را به صدا درآورده بود و به هر کسی که در را باز کرده بود گفته بود چشمهای لودوس اشک‌آلود است و با این جمله طلب شفا کرده بود. سرما خورده بود. در حقیقت بدن نحیفش به خاطر سرما و باران آسیب دیده بود. البته صدمه‌ای که به بدنش وارد شده بود بیشتر از آن بود که با یک بار سرما خوردن به آن روز افتاده باشد. شاید هم خسخسی که صدایش را خفه کرده و سرفه‌ای که سینه‌اش را خراب کرده بود نشانه عصیان جسم او بود. جسمی که باعث شده بود تا سالها با درد و رنج دست و پنجه نرم کند. با این همه اگر دست او بود به خواندن ترانه‌هایی که از بر بود ادامه می‌داد و با بستن پارچه‌ها و روبان‌هایی به دستش در کوچه‌ها پرسه می‌زد. فریاد می‌زد و می‌گفت چشم‌های لودوس اشک‌آلود است. از دور شبیه درخت نظری بود که راه می‌رفت و با آن حال و روزش باعث می‌شد که دیگران مسخره‌اش کنند. اما خیلی وقت بود که نسبت به حرفای ناراحت کننده و نگاه‌های تمسخرآمیز دیگران بی تفاوت شده بود. حالا دیگر نه کشمکش بچه‌هایی که دنبال او می‌افتادند، نه نگاه تحقیرآمیز بزرگترها، نه بیکسی و نه غریبیش. هیچ کدام در او تأثیر نداشت. در راهی که قدم گذاشته بود، همچون کور و کری بود که همه چیز را می‌دید و می‌شنید. چند هفته قبل شیخ محمد مهور افندی که شاهد ناتوان شدن جسم این آدم بیکس شده بود، از لودوس لطفی خواسته بود که برای مدتی در تکیه زندگی کند. لودوس لطفی شیخ محمد مهور افندی را دوست داشت. گاهی به تکیه می آمد، بی سر و صدا در گوشه‌ای می نشست و به مثنوی خوانی و سخنرانی شیخ گوش می داد. حتی برای یک بار هم که شده این شیخ را که آزاری به او نرسانده و او را به دست نگاه‌های پرکینه نسپرده بود ناراحت نکرده بود و پذیرفته بود که برای مدتی در تکیه زندگی کند. هنگام آمدن گربه‌هایش را نیز با خود آورده بود. لودوس لطفی 3 گربه داشت. صبا، گربه‌ای خاکستری با موهای بلند و خیلی پیر. دمش را از دست داده بود. وقتی بچه‌های محله پاهای جلویش را توی پوست گردو گذاشته بودند، گربه هم از ترس جانش صداهای عجیبی درآورده بود و از سوی به سوی دیگر دویده بود. چشمانش سیاهی رفته بود و از بالای پشت بامی روی زمین پریده بود. اما وقتی داشت می پرید، دمش میان آجرها گیر کرده و کنده شده بود. صبا گربه‌ای آرام، خسته و درشت‌اندام بود. آن یکی ماده گربه‌ای سیاه بود. اسمش فلک بود. در طول روز خودش را لیس می‌زد و به کسی رو نشان نمی‌داد. اگر کسی می‌خواست نوازشش کند، فوراً مقاومت نشان می‌داد. 3مین گربه لودوس لطفی فیتیل بچه فلک بود.
که خط سفیدی از سینه سیاهش آغاز روی پشتش باریک می شد و تا پاهای جلویش امتداد پیدا می کرد. این بچه گربه که خلق و خویش هیچ شباهتی به اخلاق مادرش نداشت، از روزی که به آن تکیه آمده بود با کنجکاوی به همه چیز توجه می کرد. دنبال هر چیزی می افتاد. وقتی شیئی برای بازی نمی یافت، برای گرفتن دم خود پشتک می زد. لودوس لطفی با دیدن راحتی و سیری شکم گربه ها به راحتی به زندگی آرام تکیه هوروز بابا عادت کرده بود. هرچند بدنش هنوز نحیف بود، اما صورتش کمی رنگ و لعاب به خود گرفته بود. باز هم انگار بخواهد نشان دهد که ترک عادت موجب مرض است، با دیدن باران بی‌طاقت می‌شد و از تکیه بیرون می‌رفت. سرانجام شیخ محمد مهر افندی نتوانسته بود آن وضع را تحمل کند و برای اینکه به بدن نحیف لودوس لطفی که تازه داشت احیا می‌شد فرصتی برای بازیابی بدهد، برای 1 روز هم که شده او را در تکیه حبس کرده بود. لودوس لطفی هم از حرف شیخ اطاعت کرده بود و به خواندن ترانه‌های عجیب همراه با صدای باران در اتاقش کفایت کرده بود. شیخ برای کنترل اوضاع لودوس لطفی به طبقه پایین رفت. با این مرد عاشق مجنون که هنوز تبش پایین نیامده بود کمی صحبت کرد و بعد از اینکه به او تذکر داد که باید استراحت کند، به هر چیزی انگار که برای اولین بار به آن روبرو شده باشد نگاه کرد و شروع کرد به گشتن در تکیه. بخش‌های مختلف تکیه را گشت. به حجره‌های درویش‌ها، آشپزخانه، انبار، اجاق قهوه، اتاق شیخ و آخر از همه به اتاق موسیقی رفت. با آب سرد چشمه‌هایی که در 2 طرف در بیرونی جاری بود، صورتش را شست. حالش طوری بود که انگار می‌خواست هر چیزی را لمس کند و از هر چیزی حلالیت بخواهد. وقتی از گشتن خسته شد، دختر بزرگش زلیخا را نزد خودش صدا زد. با نگاه کردن به او 1 بار دیگر دانست که خیلی شبیه مادرش است. زلیخا با آن چشمهایش که همچون زغال سیاه بود، با آن موهای سیاه افشان و مجعدش، با آن اندام و قامت زیبایش درست مثل مادرش بود. شیخ محمد مهر افندی درد سنگینی در دل احساس کرد. در ایامی که شریک زندگیش را از دست داده بود، دل از دنیا شسته، دریچه‌های قلبش را به سوی هر چیزی و هر کسی بسته بود. به خاطر سالها بی‌توجهی به دخترهایش خیلی احساس پشیمانی کرده بود. به همین خاطر هم به دختر بزرگش اعتماد کامل داشت. و البته هر بار که او را می‌دید نمی‌توانست مانع دردی که در وجودش می‌پیچید شود. پدر و دختر مدتی در سکوت نشستند. آخرین شعله‌های آفتاب در حال غروب را در چهره همدیگر به نظاره نشستند. خورشیدی که زلیخا می‌دید خسته، نگران و پیر بود. خورشیدی که شیخ می‌دید سمج، امیدوار و جوان بود. با غروب خورشید تصویر یکسانی دیدند. سیاهی را در صورت هم دیدند. آن وقت شیخ به دخترش توضیح داد که تکیه ها هم مثل آدم ها پیر می شوند و می میرند و درست مثل آدم ها بعد از آمیختنشان با خاک می توانند دوباره زنده شوند. وقتی داشت می گفت که تکیه هوروز بابای 1000 پاره تا ابد پابرجا نخواهد ماند، بغضی راه گلویش را بست. زلیخا به تمام حرفهای پدرش انگار که تسلایی برای کودک خردسال باشد، با مهربانی و خنده‌ای گرم گوش داد. چشمهایش را خوب باز کرده بود. شیخ گفت: زلیخا، آنچه از حق میرسد حقیقت محض است. این را گفت. اما هنگام به زبان آوردن اسم دخترش صدایش لرزید. بغض کرده بود. زلیخا بی هیچ صدایی از اتاق خارج شد. هنگام بستن در زانو زد و شروع کرد به گریه. وقتی خودش را جمع کرد و از جایش بلند شد، نیمی از موهای سیاهش سفید شده بود.
در حالی که موهای یک طرف سرش به شکل نامرتبی ریخته بود، موهای طرف دیگرش هنوز پرپشت بود. وقتی حرفهای شیخ محمد مهر افندی با زلیخا تمام شد، از کتابخانه خارج شد. کتاب درون جعبه میناکاری را در یک شال پیچید و به مصطفی جنازه داد. مصطفی جنازه بعد از اینکه امانت شیخ را 3 بار بوسید و بر روی سر گذاشت، آن را توی پیراهنش جای داد. بی هیچ کلامی به همدیگر نگاه کردند. سکوت کردند و به هم خیره شدند. حرفی برای گفتن نبود. بعد از رفتن او، شیخ توی جعبه میناکاری خالی کتاب دیگری گذاشت. میدانست که مانع برداشتن جعبه میناکاری نخواهند شد. اما از توی قوطی کتابی که در جستجویش بودند بیرون نخواهد آمد. خندید. به اتاقش رفت تا برای اولین بار به خواب راحتی فرو برود. شیخ محمد مهر افندی آن شب هروز بابای 1000 پاره را در خواب دید. با هم بر فراز استانبول پرواز کردند. وقتی خانه ها، کوچه ها و محله ها را پشت سر گذاشتند و به دریا رسیدند، آن پایین کشتی بزرگی دیدند. در کشتی که پر از طلاهای درخشنده و جواهرات بود، آدم‌هایی که صورتشان دیده نمی‌شد از سوی به سوی دیگر می‌دویدند. ناگهان یکی از آن آدم‌ها متوجه حضور آنها شد و فوراً از یک طرف به دوستانش خبر داد و از طرف دیگر آنها را نشانه گرفت. تیری که پیکان آتشین داشت در قلب هروز بابای 1000 پاره فرو رفت. ملوانان کشتی با دیدن اصابت تیر به قلب هروز بابا خوشحال شدند. یکی از آنها برای سریعتر شعله‌ور شدن آتش رفت روی دکل و شروع کرد به فوت کردن. وقتی هروز بابای 1000 پاره مثل یک گلوله آتشین چرخید و روی شخصی که روی دکل بود افتاد، او هم شروع کرد به آتش گرفتن. آن وقت بود که شیخ که هنوز در آسمان داشت بالهایش را به هم می‌کوبید، صورت شخص را دید. او ابراهیم مصری افندی بود. داشت می‌سوخت. شیخ محمد مهر افندی با ترس چشمهایش را باز کرد. خیس عرق شده بود. دودی که از میان در اتاق رخ نمی‌کرد، تشخیص حقیقت و رویا را دشوار می‌کرد. خودش را جمع و جور کرد و از جایش بلند شد. تکیه طعمه آتش شده بود. آتش که با سرعت گسترش یافته بود، کتاب‌ها و آلات موسیقی را بلعیده بود. آتش به محله جلال کاتب هم سرایت کرده بود. در حالی که همه سعی می‌کردند آتش را خاموش کنند، لودوس لطفی جعبه میناکاری در دست در گوشه‌ای منتظر بود. طولی نکشید که زنی که منتظرش بود با صورتی که در اثر سراسیمگی سرخ شده بود آمد. زن جوان جعبه میناکاری و سبدی را که گربه‌های لودوس لطفی تویش بود بغل زد و هر دو در مسیرهای مخالف حرکت کردند. فیتیل که توی سبد توانسته بود هم دم خود و هم دم مادرش را بگیرد، میو میو کنان گفت چشمهای لودوس اشک‌آلود است. لودوس لطفی با خوشحالی سرش را تکان داد و به او نگاه کرد. بله، اشک‌آلود است. پر قرمز خروس تنها چیزی بود که از تکیه هروز بابای 1000 پاره به جا مانده بود.